به نام خدا در خدمت شما هستیم با یه قسمت دیگه از برنامه‌های گفتگو محور 3 از 5. این بار رفتیم سراغ یکی از بحث‌های مهم حوزه والیبال یا بهتر بگیم حوزه ورزش و اون هم بحث بسیار 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 مهم پزشکی ورزشی. در خدمت مهمان دوست داشتنی برنامه‌مون هستیم جناب آقای دکتر حدادی. بفرمایید دکتر جان. منم عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم در این برنامه هستم با این موضوع که خیلی برای من موضوع مهمی بوده و امیدوارم که برای مردم عزیز ما هم بحث مفیدی باشه و بتونیم که یه برنامه خوبی رو داشته باشیم. اول نکته یه چیزی اگه دارید در مورد شرایط والیبال، اوضاع روزمون. والیبال که خدا رو شکر عالیه. امسال مطمئنا از سال قبل شرایط بهتری خواهیم داشت با توجه به اینکه آقای پیازا شناخت بیشتری از بازیکن‌ها داره و شرایط بسیار خوبی خواهیم داشت و امیدواریم که امسال بتونیم سهمیه المپیک بگیریم دیگه. سال مهم والیبالی ماست امسال و من آرزوی موفقیت دارم برای تک تکشون. میدونم که اتفاقای خیلی خوبی قراره که امسال برام بیفته. سهمیه المپیک میگیریم؟ من خیلی امیدوارم. آره خیلی امیدوارم. ماشاءالله بازیکنای ما که همشون جوون، همشون پر انرژی و کادر فنی خیلی خوب، کادر فنی کار درست و من امیدوارم خیلی که به این اتفاق بیفته. خب دکتر جان، همونجوری که میدونید بحث پزشکی و بدنسازی ورزشی با هم دیگه در هم آمیخته است، یعنی به هم تنیدن این دو موضوع. به نظر شما بزرگترین مشکل ما تو والیبال پایه تو حوزه پزشکی ورزشی و همچنین بدنسازی ورزشی چیه که مثلا تو بعدها ممکنه باعث آسیب بشه برای بازیکنان؟ مهمترین مشکل به نظر شما چیه؟ ببینید تو بحث پایه ما یه داستانی که در گذشته وجود داشته نسبت به شرایط پایه این که خیلی از مسئولیت هایی که ما الان داریم بزرگسال یدک میکشیم خیلی هاشون برمیگرده به بحث پایه و گذشته ای که اتفاق افتاده. خیلی از بازیکنان ما تو بحث پایه دچار اوورترینینگ شدن، انقدر فشار تمرینات بیش از حد بوده در گذشته و داستان هایی که اتفاق افتاده با تمام موفقیت هایی که برامون کسب کرده شاید خیلی از سرمایه های ما رو هم از بین برده. یعنی گزینه هایی که شاید همین الانش هم ما نگاه میکنیم، من بازیکن جوانان تیم ملی جوانان دیدم که دیسک کمرش بیرون زده است توی شرایط مختلف. یه موضوعی که خیلی تو بحث پایه به نظر من بهش توجه نشد توی این سالها، بحث مشکلات پاسچراله، یعنی مشکلات ساختاری بازیکن‌های ما. یه موضوعی که من چند وقت پیش با آقای غفور در موردش صحبت می‌کردم، گفتم که همین چرا بازیکن‌های ما همشون شونه‌هاشون رو به جلو شونه‌های افتاده‌ای دارن، ولی شما وقتی تو دنیا میری مثلا یه کسی مثل لوکارلی رو می‌بینی انقدر شونه‌هاش باز و پهنه که مطمئناً این آدم یه تغییری از پایه وجود داشته توی بحث حالا علمی یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داشته توی بدنسازی ما. بازیکن‌های خارجی اصلا انگار سیستم رفتاری بدنسازیشون توی بحث پایه متفاوت‌تر بود، حالا جدا از ژنتیک متفاوتی که اونها دارن و شاید در گذشته اون توجه کمتر بوده به این بحثی که شاید آیندهشون رو خیلی درگیر می‌کرده. شما هنوز هم با مرتضی شریفی صحبت می‌کنی بحث دردهای نوجوانان رو خودش داره مطرح می‌کنه، ولی موضوعی که من مطمئنم که در سال‌های آینده بهتر خواهد شد. این توجهی که داره میشه بسیار توجه درستیه نسبت بهش. چه مسیری باید بریم که این مسئله درست بشه؟ ببینید اولین موضوع اینه که اهمیت بیشتری براش قائل بشیم. ما زمانی که درک بکنیم که آقا اگر قرار تیم ملی بزرگسالان خوبی داشته باشیم، باید تیم ملی پایمون اولویتمون سلامتشون باشه، اولویتمون بدنسازی درستشون باشه تا نتیجه گیری بهتر، تا قهرمانی. آره اولویتمون باید این قضیه باشه که فکر میکنم فدراسیون داره به این سمت میره. حالا توی
این موضوع. توی مسابقاتی مثل لیگ ملت‌ها که به هر حال خب بازیکن‌ها از لیگ برتر اومدن، از مسابقات حالا گاهن آسیایی اومدن، درگیر مسابقات فشرده‌ای بودن، حالا دوباره تو مسابقات لیگ ملت‌ها یک فشردگی بیش از حد هم اونجا تجربه می‌کنن. ابزار شما برای ریکاوری این بازیکن‌ها چیه؟ ببینید در هر سطحی اولین کاری که شما باید بکنید برای یک بازیکن اینه که آگاهش کنید. در هر سطح، یعنی موضوعی که برای من به نظر شخصی خودم مهمترین قضیه تو ورزش این که طرف آگاه باشه که چه واکنشی باید داشته باشه. شما توی لیگ ملت‌ها یکی از دردسرهای بزرگی که دارید اینه که کشور به کشور تغییر میکنید. شما یه زمانی میرید توی کشور فیلیپین با شرایط شرجی بسیار شدید، یه زمانی میرید توی کشور دیگه که خشکه، بر اساس اون کشور باید رویکرد دقیق اون رو در نظر بگیرید. از یه طرفی شما یه روزی توی برزیل بازی داری، هفته بعدش تو ژاپن بازی داری، یعنی یه اختلاف ساعت وحشتناک، تغییر شرایط خیلی سخت و اینکه باید بتونی اصلا جت لگشون رو کنترل بکنی، بتونی شرایط ساعتیشون رو در حین پرواز بتونی خوابشون رو با خواب اونجا تنظیم بکنی. اینا کارهای اولیه است که باید بهشون آموزش داده بشه و بهشون گفته بشه که آقا توی شما وقتی شرایطی قرار میگیری که محیط شرجیه، چه میزان مصرف آب برات اهمیت داره، چه وضعیت، چه چیزهایی رو باید شما توی نوشیدنی‌های مصرفی که براش ایجاد می‌کنی وجود داشته باشه. بحث دوم بحث در حین بازی هاست که خب اونجا باید مهمترین چیزی که وجود داره باید بتونی خوابشون رو کنترل بکنی، توی شرایط مناسب باشه. و اینکه بحث مهمی که خب خدا رو شکر سرمربی تیم ملی آقای پیاسا اینقدر توی این قضیه حرفه‌ایه که اصلا به مشکلی در این قضیه ما برخورد نمی‌کنیم، یعنی بحث خستگی بازیکنانمون رو کاملا حرفه‌ای مدیریت می‌کنه توی این قضیه و کمک خود سرمربی برای اینکه تو اون تایم فشار بیشتری نیاره که وقت تایمی که استراحت دارن بخواد تمرین اضافی بذاره. ولی همه چیز برمیگرده به اینکه شما بازیکن اون کمک رو بکنید، چه بحث بدنی که بتونه بدنش رو ریکاوری بکنه با نوشیدنی مناسب، با تغذیه مناسب در زمان مناسب، و بحث خواب و استراحتی که میتونی بهش بدی. بریم سراغ سوالی که خیلی ذهن مخاطبین رو درگیر کرده تو حوزه والیبال و اینکه تیم محتوای ما بررسی کردن و به این سوال رسیدن. خیلی تلاش شده روش برای اینکه برسیم به این برنامه و شما رو دعوت کنیم و افتخار بدید به ما در خدمتتون باشیم. اونم اینه که یک سری مصدومیت‌ها حالا بگیم توی والیبال اون اتفاق افتاده که تو ذهن مخاطب مونده و مخاطب با خودش میگه چرا مثلا علیاصغر مجرد تو اوج والیبالش یه دفعه مصدومیت آشیل میده، بعد میره دوباره میاد آشیل اون یکی پاش، درست میگم، مصدوم میشه. اول اینکه اصلا آشیل پا یعنی مصدومیت آشیل مصدومیت والیبالی هست یا نه، چون ما اونجوری که بررسی کردیم برای والیبالیست‌ها خیلی کم اتفاق میفته این مصدومیت. چی میشه که این اتفاق برای علیاصغر مجرد افتاده یا میفته؟ ببینید این موضوع خیلی موضوع مهمیه، موضوعیه که شما همیشه توی بحث آسیب فقط اون لحظه اون آسیب رو میبینید، یعنی اتفاق افتاد چرا یهویی اینجوری شد. پس زمینه همه آسیب ها، حالا 100% نه، خیلی از آسیب ها یک چیزهایی وجود داره که باید اونا بررسی بشه. من در مورد آقای مجرد با دکتر خود تیمشون هم صحبت کردم. ببینید شما یه داستانی که وجود داره توی بحث آسیب، بحث استفاده از آنتیبیوتیک. آنتیبیوتیک ها کلا زمانی که شما آنتیبیوتیک استفاده میکنی به هر واسطه هر موضوعی، حالا شاید اصلا دفعه اول این داستان پیش نیامده باشه، باید نگاه بکنید اصلا بحث ساختاری خود بدنش رو درگیر ببینید که چیه. ولی تو بحث دفعه دوم من خودم پیگیر بودم که چرا این اتفاق افتاده. ایشون سرما خورده بود هفته قبلش، 10 روز قبلش، و آنتیبیوتیک مصرف کرده بود توی این قضیه. حالا چیزی که من تو ذهنم میاد و یادم حالا دقیق باشه یا نباشه. و اون روزی هم که داشت بازی میکرد، روز قبلش یه جلسه شاید تمرین کرده بود یا نکرده بود، با توجه به اهمیت اون بازی مجبور بود که بازی کنه. خیلی چیزها درگیره زمانی که یه آسیب اتفاق میفته، ما فقط اون لحظه اون آسیبه رو میبینیم و
نمیدونیم که قبلش چه چیزهایی شده. برای خیلی از بازیکن‌ها اینجوریه. و بحث پزشکی بحثیه که شما نمیتونی به همون لحظه اکتفا بکنی بگی چرا این اتفاق افتاده. باید ببینی از قبلش چه داستانی بوده، چه تو بحث استراکچرال خود فرد، یعنی ساختار فرد رو باید در نظر بگیری. من مثالی که براتون زدم، شما وقتی که شونه دچار جمع شدگی باشه یا راندت شولدر باشه توی یک فرد، فضای مفصلی برای اون فرد تنگتره. وقتی که میای اسپک بزنی، میخوای از دامنه انتهایی با فورس، با شدت خیلی زیاد استفاده بکنی، احتمال آسیب به لبرم و تاندونت خیلی زیاد. متوجهید؟ شاید شما اون لحظه فقط پارگی لبرم میبینی، ولی اینکه اون آدم از قبل چه بنای بدنی داشته که این اتفاق براش افتاده رو کسی نگاه نمیکنه. فقط میگه چرا آسیب دیدگی زیاد. یعنی ما یه بیسی رو از قبل ساختیم در طول سالها که نتیجه شده اون آسیب دیدگی، ولی فقط نتیجه دیده میشه، بیسی که ساخته شده دیده نمیشه. یا یکی دیگه از مسئولیتایی که حالا بگیم امسال یا سال گذشته، یعنی فصل 1405 پیش اومد، مسئولیت تلخ میثم صالحی بود که واقعا خیلی مسئولیت عجیب غریبی بود. اون بازی من خودم کنار زمین بودم و میثم صالحی اومده بود و با یه شرایط خیلی ویژه‌ای اومده بود، غیر قابل کنترل شده بود، خیلی عجیب غریب. همه میگفتن، یعنی دور سالن گفتن دیگه تموم شد بازی، به نفع مثل رفسنجان تموم میشه با وجود صالحی آقا میثم. و اون اتفاق تلخ افتاد، یعنی بعد از این مصدومیت سخت اومدن و از جایی که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد، یعنی با مصدومیت دست که حالا آسیبشون برطرف شده اومدن و با مصدومیت زانو مواجه شدن. و از اونجایی که شما خب ارتباط خوبی دارید، حالا اونجایی که ما میدونیم شما دکتر ایشون بودید، چه اتفاقی افتاد که این شرایط برای میثم پیش اومد؟ میثم صالحی، میثم خیلی برای من عزیزه، یعنی خیلی رابطه خیلی نزدیک داریم، حالا از بحث باشگاهی و ملی و کلی. بعد از جراحی دومش کلا ارتباط کامل با من داشت، یعنی از شروعش تا چک کردنش و شرایطش و همه چیز، و خیلی سرحال بود، یعنی به شدت سرحال بود، طوری که من اون بازی رو خودم داشتم نگاه میکردم. قرار برای این نبود که بخواد بازی کنه با اون شدت، صحبتی که شده بود که نه اینکه بخواد کامل بازی کنه، در حد چند امتیاز قرار بود بازی کنه. و این سرحالیش من رو پشت تلویزیون که داشتم نگاه میکردم هم نگران کرده بود. یعنی دقیقا شما میثم المپیک قبلی رو میتونستی توی اون میثم ببینی. و داستانی که وجود داشت، من حتی از نظر من به خودشم، همین الانم پیش منه، یعنی میاد مطب من برای فیزیوتراپی، من به خودشم همین حرف رو زدم، گفتم شما حتی اگر بری فیلمتو نگاه کنی، شما چند تا فرود قبلیت هم انقدر که سرحال و خوب داشتی بازی میکردی، چند تا فرود قبلیت هم حتی من نگران کرد، که اون بحثی بود که شاید اون زمان باید یکی اون جلوی اون آتشه رو میگرفت، یعنی با جلوی آتشه رو میگرفتی، بهش میگفتی آقا اولین بار داری بازی میکنی، بیا بیرون ست بعدی برو. چون من یادمه که مربی اووردش به عنوان بازیکن ذخیره، اصلا بازی تکون داد، بعد اومد بیرون مجدد وارد زمین شد که با فکر کنم تعویض دوم یا سوم بود که این اتفاق افتاد. اصلا ما قبل بازی با هم صحبت کردیم، قرار برای اینکه ایشون با این شرایط اصلا اینجوری بازی کنه، من حد 10 امتیاز 15 امتیاز قرار بود بره بازی کنه که فقط بازی کنه، تنهایی بازی می‌برد. آره اصلا از یه طرف میگفتم با ماشاءالله چقدر خوبی، چقدر سرحالی، چقدر. از یه طرف هم واقعا نگران بودم، یعنی لحظه‌ای هم که افتاد زمین من فقط خدا میکردم، چون از این ور دوربین نمیدیدم، همه جمع شده بودن، گفتم امید، چون مچش درگیره، از یه آسیبی سال 99 داره، گفتم که اون مچشه احتمالاً آسیب. یعنی وقتی دیدم که زانوش چجوری چیز کرد، که اومد توی ماشین نشست به من زنگ زد که آقا من پامشل و فلان بسیاره، که دیگه حالا خدا رو شکر الان سر حاله، انشالله امسال هم دوباره برمیگرده. آره الان تحت درمانه. انشالله با سرحالی، چون ما یه خبری شنیدیم که میخواد کناره‌گیری کنه و ناراحت شدیم، یعنی واقعا ما از میثمی که این همه تلاش کرده انتظار نداریم والیبال بذاره کنار. به این قضیه میثم سال بعد
مطمئنا انقدر سر حال و خوب بازی میکنه که ما منتظریم دوباره تو تیم ملی ببینیمش. میثم نابغه والیبال ایرانه واقعا. اون بازیایی که ما از میثم دیدیم، نبود میثم توی والیبال واقعا برای همه هواداران والیبال تلخ. و من بهتون قول میدم دوباره میثم صالحی برمیگرده قوی تر از قبل، پر انرژی تر از قبل و ما نگاه میکنیم کیف میکنیم از بازی میثم صالحی. تیم محتوای ما یه سوال آماده کرده، من خیلی تلاش کردم اینو از حفظ براتون بخونم ولی اینقدر این کلمات دقیقه من ترجیح میدم از رو بخونم که خدای نکرده یکی از این بخشام جانم. خب شما تجربه همکاری با مربی داخلی و خارجی داشتید. از منظر پزشکی و بدنسازی و مدیریت بار تمرینی تفاوت روی کرده این دو، یعنی مربی خارجی و داخلی، در قبال مصدومیت، ریکاوری و تصمیم گیری برای بازگشت بازیکن به میدان را چگونه ارزیابی میکنید؟ هم مدیریت بار تمرینیشون، هم تفاوت رویکردشون در قبال مصدومیت، هم بحث ریکاوری و تصمیم گیری در مورد بازگشت شدن. چون همین الان دیگه با یه بحثی مطرح کردیم تعارف هم نداریم، یعنی اگه اون روز میثم در همون حد که اومد 4 تا پوان یه ذره هماهنگ شد، همون هم غالبا مربی بزرگ که خب مسئله نداره که یه بازیکنی که تازه گرفتن سری نیارن تو زمین که غالبا تو دنیا این شکلی، حتی تو فوتبالش هم اینجوری که اگرم بخوام بیارن تو زمین 3 دقیقه آخر بازی. نه. اگر اون روز مدیریت میشد شاید این اتفاق نمیافتاد. نه من حداقل دوست داشتم که با این تیم چند جلسه تمرین کنه. من ناراحتی بود که شما دیروز قرارداد بستی فرداش بازی می‌کنی با تیم. حالا اتفاقی که افتاده دیگه صحبت کردن. حالا شما این تفاوت مربی خارجی و تفاوت مربی خارجی و داخلی رو من با مربیای ایرانی خوب کار کردم. این مربیایی که باشون کار کردم اکثرا جزو بهترین های ایران بودن و میتونم بگم که خب من با آقای اکبری کار کردم، با آقای محمدی راد کار کردم، با آقای تندروان کار کردم، مربی‌های بزرگی کار کردم. اولین چیز و مهمترین چیز تفاوت این دو تا گروه در اعتماد به دکترشونه. یعنی شما اگر که مربی به دکترش اعتماد داشته باشه شما تفاوتی رو نمیبینید توی این دو گروه، ولی اگر اعتماد نداشته باشه خودش تصمیم بگیره. من خیلی جاها دیدم که، یعنی خیلی اوقات دیدم که بازیکنایی که اصلا شرایط بازی کردن نداشتن توی این قضیه بازی کردن و آسیبش هم دیدن. خیلی اوقات ما مقاومت هم از بیرون من خواستم به عنوان پزشک تیم ملی بخوام نکنن ولی باز هم این اتفاق افتاد. ولی شخص آقای پیازا یا مربی‌های خارجی که خیلی مربی‌های قوی هستن، تا زمانی که بازیکن توی تمرین باید صدشو بذاره، چیزی که من مربی خارجی و حالا قبلش آقای پائز بود صدشو بذاره، ولی زمانی که مصدوم شد کامل میره کنار. خب دکتر جان، از لحاظ پزشکی ورزشی و آماده سازی بدنی چه اقدامات و راهکارهایی باعث میشه که عمر ورزشی یه بازیکن بیشتر بشه و دیرتر دچار افت عملی کرد و مثلا آسیب‌های فرسایشی بشه؟ صرفاً بحث فیزیک مطرح نیست، بحث ذهن مطرحه و باید همه چیز رو با هم، همه جوانبش رو باید در نظر بگیریم. یکی از مشکلات بزرگی که ما الان داریم توی بحث بدنی بازیکن‌ها یکیش اوورترینینگ، یعنی بازیکن میاد یهویی منتظر یک تغییر بسیار زیاد، فشارهای بیش از حدی به خودش میاره که این موضوع در دراز مدت باعث میشه که آسیب‌های تاندونی و آسیب‌های مفصلی مختلفی برش به وجود بیاد. دومیش بحث تغذیه است که خیلی مهمه. متاسفانه بحث تغذیه خیلی از بازیکن‌های حرفه‌ای ما توی لیگ داره بحث تجربی میشه، یعنی مصرف مکمل هامون، مصرف داروهامون، این به اون پیشنهاد میده، اون به این پیشنهاد میده، دوستان با هم دیگه یه مکملی رو انتخاب میکنن، حالا استفاده میکنن، یهو میبینی یه سریشون یه سری قرص ها دارن میخورن که حالا درست دوپینگ نیست ولی اصلا کارایی شاید برای اون شخص نره، پشتش آزمایش درستی داده نشد. و بحثی که خیلی اهمیت داره که شما تغذیه درستی داشته باشی، مصرف مکمل‌های درستی داشته باشی
و بحث تمرینیت بر اساس نیاز بدنت باشه. یعنی شما بدنت درست قبلش مواد غذایی که میخواد داشته باشه، تمرین درست انجام بده و بعدش بارگیری درستی نسبت به اون قضیه براش اتفاق افتاده باشه. که همش هم چند لحظه پیش باهاتون صحبت کردم، گفتم همش برمیگرده به آگاهی و آگاه بودن عمر ورزشی تو زیاد میکنه. آقا تو ورزش ایران چقدر فرهنگ بازی کردن با درد وجود داره؟ که سواله. اصلا بازیکن‌ها یا کادر فنی باعث میشن که بعضی از مسئولیت‌ها طولانی‌تر بشه یا سوال جنجالیه. خب مسلما این قضیه وجود داره دیگه. محمد ولیزاده خب دوست خیلی نزدیک منم، خیلی دوستش دارم. بازی داشتیم شهداب با فولاد سیرجان، بعد محمد مچ پاش آسیب دیده بود. آسیب دیدگیش هم جدی بود، خیلی درد داشت، خیلی اذیت بود توی قضیه‌اش. بازی رو که عقب افتادن یهو دیدم که محمد داد میزنه که به آقای عطایی که آقا منو ببر داخل، منو ببر داخل. یه جاهایی میبینی که بعد بازی کلی من باش دعوا کردم سر این قضیه. یه جاهایی میبینید که خود بازیکن هم با توجه به شرایطی دیگه وجود داره دلش میخواد که به تیم کمک بکنه، حتی با اینکه میدونه که اون آسیب ممکنه براش خطرناک باشه، ممکنه واقعا آسیب خطرناکی داشته، ولی انقدر مسئولیت پذیر بود که میگم خودش رو در معرض خطر قرار داد و صرفا فقط کادر فنی و مربی ها دنبال با درد بازی کردن نیست. ولی خب هست دیگه، سوالیه که جوابش رو خودتون خب میدونید. خدا شکر رو پوسکنده شما هم گفت. آقا چه بازیکنای ما به اصول خود مراقبتی خارج از تمرین، مثل تغذیه، خواب یا چیزهای دیگه پایبندن؟ حالا کاری هم نداریم، شما با خیلی از بازیکن‌ها دوست هستید و اینا نمیشه دیگه، لطفا رعایت نکنید. ببینید یه موضوعی که خب خیلی این سالها اتفاق افتاد، بحث توی لیگ میتونم بگم، بحث حضورشون توی هتل ها بودین. این حضور تو هتل باعث شده که خیلی بازیکن ها سر تایم تر استراحت کنن، زودتر میخوابن، به وقت میخوابن، گوشی هاشون رو زودتر کنار میذارن. اون دوره هم بودن موقع خیلی کمک کرده، رعایت کردنشون خیلی بهتر و بیشتر شده و تو تیم ملی هم که خب اصلا کاملا همه چی کنترل شده است، اوکی همش. خدا شکر. پس مشکل نداریم، همه بازیکن‌ها همه چی گل و این هم که شما می‌بینید همه. آره. توی والیبال حرفه‌ای چه آسیب‌هایی هست که از بیرون شاید به نظر مثلا جدی نیان ولی در واقعیت باعث میشن که آسیب‌های بلند مدتی برای بازیکن رقم بخوره؟ ببینید شما آسیب‌ها رو یه بحث ساختار اتفاق میفته. یه زمانی میگید آقا رباط صلیبی آسیب دیده، مینیسک آسیب دیده. یه زمانی یک سری داستان‌ها دارید که توی افراد اتفاق میفته، تو بازیکن اتفاق میفته، بحث‌های ساختار فرده. طرف یه مشکلی داره، مثلا میگم یه عضله ضعیفه، یه عضله قوی تره، ساختار بدنی رو داره به هم میریزه. زانو یه عضله غالب تره، یه عضله ضعیف تره، ساختار زانو داره به هم میریزه، ساختار مشت داره به هم میریزه. این که اولا توی بحث ورزشی تشخیص این قضیه خیلی مهمه. یعنی شما گاهی اوقات یه کوتاهی مثلا تاندون آشیل داری که درست تشخیص داده نمیشه توسط مربی بدنساز، توسط پزشک تیمت، و خب این در آینده میتونه باعث پارگی تاندون آشیلت بشه. شما مجبوری وقتی که تاندون آشیلت کوتاهه مفصل دیگه ایت رو به جای اون استفاده بیش از حد بکنید توی پرش، که این دیگه بحثیه که خیلی بحث تخصصی میشه توی بحث آسیب، که شما باید ارزیابی درستی نسبت به وضعیت بازیکنات داشته باشید. شما زمانی میتونید بازیکن رو توی این مدت 3 4 5 ماه کنترل کنی که تو اون 6 7 ماه دیگه‌ش هم تحت کنترلت باشه. نه اینکه 6 7 ماه تو فشار باشه، بیاد اینجا با آسیب، با شرایط بد، با مشکلات مختلف بخوای تمام مشکلات حل کنی. مسلما نمیشه، چون شما وقتی از روز اول تمرینت توی فشاری تا 6 ماه کی میخوای درمان اتفاق بیفته؟
اصلا سیستم والیبال ارزشی برای بحث پزشکی قائل هست یا نه؟ یا اگه حالا نمیخوایم بگیم خیلی شاید ناخودآگاه باشه، یعنی خودآگاه نباشه، شما شاید یه پیشنهادی داشته باشید که آقا اصلا چه میدونم درد دلتون باشه، اصلا درد دل بذاریم کنار، انتقاد رو بذاریم کنار، حتی انتقاد سازنده هم نکنیم، یه پیشنهادی که آقا ما اگر این کار انجام بدیم یا اتفاقاتی که گذشته افتاده ازش درس بگیریم و یه پیشنهادی بخواید بدید، اینجوری اصلا بهش نگاه کنید. ببینید، من بهترین چیزی که میتونم بگم، خود اصلا سیستم فدراسیون نسبت به این قضیه خودش بخواد این قضیه رو بررسی بکنه. ببینید چقدر شما فیزیوتراپیست هایی داشتید در طول این سالها توی تیم های ورزشیتون که موندن تو والیبال. ببینید چقدرشون موندن، چقدرشون خواستن. کسایی که در طول سالها بودن، چه در تیم ملی چه در باشگاهی، خب یه جایی کار میلنگه که افرادی که میان میرن. شما بحث ورزشی این حالتیه که باید یه سیستم علاقمندیه، یه سیستم زندگی روزمره رو، بحث مادی قضیه است. ما یه مربی، یکی از مربیان لیگ که خیلی مربی تیم ملی هم هستن، حالا اسم میبرم، مثلا آقای محمدی راد، جمله قشنگ همیشه در مورد این قضیه گفت که آقا شما یک مبلغی هزینه میکنی برای اینکه یه تیمی بدی، چقدر هزینه میکنی که با یه دکتر خوب اون قضیه رو بیمه کنی؟ الان کدوم پزشک و فیزیوتراپیست خوب داره توی لیگ چیز میکنه؟ چند نفرشون حاذقن، چند نفرشون قویان و چند نفرشون تجربه کار داشتن؟ شما الان آقای افروزی سالها فیزیوتراپیست ملی والیبال ما بوده. کی زنگ زدید بپرسید آقای افروزی چه خبر از این چند سالی که بودی؟ چی داری به ما بگی که ما اون نقص هامون رو برطرف کنیم؟ من نمیگم تغییر ایجاد نشده، من به خودتونم پشت صحنه میگفتم که شرایط بحث پزشکی ما به لطف آقای تقوی خیلی بهتر شده. یعنی مثلا دستگاه هایی که الان داریم توی فدراسیون، مخصوصا سال گذشته اتفاق افتاد، ولی اون چیزی که باید پشت این قضیه باشه، اون برنامه ریزی که باید پشت این قضیه باشه که آقا اتفاقی که توی لیگ میفته چقدر دقیق باشه، چقدر پاسخگو باشیم به بازیکن‌ها که آقا این آسیب هایی که دیدن چه شرایطی داشت. هیچی متاسفانه نمیدونم، شاید من هنوز اطلاعاتم زمینه کامل نیست، ولی مطمئنم که بهتر میشه. من حرف میکشی به زور آقای. توی پشت صحنه داشتیم با هم صحبت میکردیم، داشتید در مورد بحث روانشناسی صحبت میکردید. چقدر جای خالیش رو توی ورزش کشورمون که خیلی جای خالیش حس میشه، چقدر جای خالیش رو توی والیبال حس کردید؟ کجاها حس میکنید که اگر این اتفاق بود و ما خیلی از ضررها رو شاید نمی‌کردیم؟ ببینید، من خیلی این داستان رو فکر کنم با خود آقای تقوی هم در موردش صحبت کردم که ما تیممون نیاز به این داستان، به این موضوع روانشناس خیلی نیاز داره، به واسطه اینکه شما فرصت ندارید. توی بحث والیبال شما بازی هاتون پشت هم دیگه است. یعنی اگر قرار بشه از نظر ذهنی توی بازی روز شنبه بمونید، بازی روز یک شنبه رو باختید، بازی روز دوشنبه رو باختید. و کسایی موفقن که برد یا باخت رو همون روز تموم کنن و برن برای روز بعد، و کسایی از اونا موفق ترن که پاهن به پاهن رو تموم کنن و برن برای پاهن بعد. ما برای این قضیه متاسفانه برنامه‌ای نداشتیم در طول این سالها. بحث پزشکی والیبال متاسفانه فقط بحث فیزیکیش مطرح شده. امیرخان خوشخبر یه جمله قبلش هم بهتون گفتم، یه جمله به من گفت روز اولی که وارد تیم ملی شدم، گفت ببینید شما اتاق پزشکیتون مثل انبار باروت میمونه. گفت شما میتونید توی این آتیشی که اتفاق میفته هیزم بریزید، میتونید که جلوش رو بگیرید. و این اتفاق بارها برای من افتاد. یعنی خیلی اوقات پیش اومد که بازیکن با عصبانیت زیاد، با فشار زیاد میاد که باهاتون حرف بزنه. مدیریت کردنش در اون زمان، در اون لحظه، مطمئنا اگر حضور یک روانشناس باشه خیلی براشون راحت‌تره، خیلی راحت‌تر میتونن حرف بزنن.
فرهنگی رو ببینیم، مثلا نحوه رفتار ایرانی‌ها چطوره. ما خب احساسی هستیم، وقتی احساسی هستیم بیشتر به این بحث روانشناسی نیاز داریم. ما مردممون درگیر میشن سر یه پوان، مرتضی شریفی میره بالا، سر یه پوان مرتضی شریفی میکشن پایین. یعنی این خیلی اتفاق مهمیه و من امیدوارم، حالا یه خواهشی از خود بازیکن‌ها دارم که اگر که خودشون شخصاً، از شما میخواشه دارم بهشون پیشنهاد بدم، اگه خودشون شخصا دارن این مسئله رو پیش میبرن و حالا آنلاین هم که شده، حتی بعد از بازی ها قبل از بازی ها روانشناسی رو به صورت اختصاصی در اختیار دارن، یعنی استفاده کنن. اگرم نه که من واقعا از فدراسیون خواهش میکنم از همینجا. مردم ما فکر میکنن که کامنت هایی که میذارن، فضایی که ایجاد میکنن اونقدر تاثیر نداره. یادم یه سری کامنت ها، یکی از بازیکنان تیم ملی یه سری کامنت ها اتفاق افتاد براش که مثلا هی کامنت میذاشتن هر کی هر کاری میکرد به اینه حرفی میزنه، هر کی هر کاری میکرد به این، که ما ایش به شوخی میگرفتیم که آقا ولش کن شرایط اینجوری و این داستان. باهاش صحبت کردم، سعی میکردیم فضا رو آروم بکنیم. دقیقاً سر بازی آخر ما فکر کنم بازی با آلمان بود، دقیقاً همین بازیکن مصدوم شد. متوجه این مصدوم شد و اومد ما بازی رو داشتیم مثلا برابر میرفتیم جلوی آذیر باخت. خیلی تاثیرگذاره این پیام ها، خیلی تاثیرگذاره. اینکه یه روز امروز بازیکن خوب بازی میکنه، بهترین بازیکن، فردا که، و من خواهش میکنم ازشون توی روزهایی که تیم ملی شرایط خوبی رو نمیگذرونه، ان شاءالله که اصلا اون روزها رو نبینیم، همیشه برد باشه، دیگه اتفاق نیفته. آره ان شاءالله دیگه اتفاق نیفته این داستان. ولی تو روزهایی که نیاز به کمکتون داره پر انرژی تر کمک بکنید بهشون. انرژی شما خیلی به تیم ملی کمک میکنه. من از نزدیک این قضیه رو دیدم. دست شما درد نکنه. نکته پایانی دارید؟ خیلی ممنونم از شما اینکه این بحث رو مطرح کردید، دعوت کردید. ممنونم از شما. بحثیه که من میدونم که همکاران خودم چقدر توی بحث ورزشی شرایط سختی رو میگذرونن. باور کنید که یک شب‌های خودشون از فشار استرس آسیب دیدگی بازیکن‌ها شاید برای خود من پیش اومده که شبی که نخوابیدم، شبی که خواب دیدم از اینکه آقا اگه این بازیکن نرسه چه اتفاقی میفته. اون فشار عجیب غریبیه. من همشون خسته نباشید میگم. از شما ممنونم که همچین موضوعی رو مطرح کردید و اهمیت این موضوع رو نشون دادید. امیدوارم که امسال سال عالی باشه واسه والیبال ایران و همه مردم ایران از والیبال دیدن لذت. ما هم امیدواریم که حال دل مردممون امسال دگرگون بشه، خیلی خوب پیش بره و یکی از این حاله خوب کنار نتیجه تیم ملی تو مسابقات بین‌المللی رقم بخوره. ممنون از نگاه گرمتون. قراره توی 3 از 5 پاسخ سوالهایی رو دریافت کنید که جایی بهتون نمیدن. خسته نباشید. خدا نگهدار. دست شما رو